سلام به همه دوستایی که بولیو دارن، سلام به همه اونایی که به این برنامه بولیو دارن. بولیو این هایزرد پادکست شو. مثل همیشه استاد در کنار بنده هستن تا شما رو از تفاسیر و نظرات کارشناسانشون مضموز کنن. الان مزمور یعنی چی؟ گیر نده دیگه، بی خیال. نه، میخوام بدونم مزمور یعنی چی؟ گیری کردیم ها. خب استاد شیخ، خواهش میکنم فرمایشات اولیتون رو شروع کنید تا بریم سراغ نظرات و سوالات مردم. مسخره، من نیز مزمور از کجا در آوردی؟ سلام به همه قربونتون برم ها. من شیخ هستم. خب شیخ، اگر صحبت دیگه ای ندارین من اولین سوال رو مطرح کنم. چرا دارم؟ بفرمایید استاد، ما سر پا گوشیم. من شیخ هستم بدونی گشته پارتی. الان همین بود دیگه، تموم شد. بله. خب دوست عزیزی به نام رودریگز ایمیل زدن به برنامه و از استاد پرسیدن که خبرهایی شنیدیم در مورد مسابقات احتمالی شیمس و براک لزنر تو رسلمانیا 32. به نظر شما این تا چه حد واقعیت داره و پیش بینیتون در مورد برنامه این مسابقه چیه؟ شیخ جان عزیزت مثل آدم جواب بده، بعد عمری یکی مثل آدم سوال کرده زمان. نگران نباش دارمش. ببین رودریگز جان، شیمس کشتیگیر مورد علاقه منه. چرا؟ چون محاسن بلند و وزنی داره. اتفاقا دیروز دیدم که از اتاق وینس داشت بیرون میومد، اومدم باید صحبت کنم اما زودی شلوارشو کشید بالا و رفت و به این ترتیب نشد که باید صحبت کنم. ولی به نظر من رسلمانیا و قهرمانی و استریک و همه افتخارات حق این جوونه. هرچی از صفات نیکوی شیمس بهتون بگم کمی به جان شما. حالا یه تلفن داریم از خط 2، خانم نازی روی خط هستن، بفرمایید. الو سلام استاد، من نازی هستم، 24 سالمه. یه سوال داشتم، میخواستم بدونم به نظر شما این استوری بین جان سینا و براک لسنر تو سال گذشته یکم بی‌معنی و بیهوده نبود؟ نازی خانم، برای اینکه به این سوال جواب بدم باید چند نکته مهم رو از شما بپرسم. شما وزنتون چقدره؟ استاد چه ربطی داره آخه؟ خیلی هم ربط داره. شما بفرمایید من عرض میکنم. وزنتون چقدره؟ 56. به 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 به. خب بفرمایید قدتون چقدره؟ اینم باید بگم 168. جون، یعنی خب وزن مالیتون چطوره؟ من بدم تاجره، وزنم خیلی خوبه. البته منم یه زمانی تاجر بودم، هم چا خوردم هم جیر خوردم. بله، مهمترین سوال رو هم جواب بده ببینم مجردی یا متأهل. استاد چه حرفا؟ من همیشه گفتم که ازدواج نمی کنم، شوهر آدمو محدود میکنه. خانم شما به علری بگو من قول میدم خودم شما رو نامحدود کنم. یعنی بانیشو هم دارم به جان هایزرد جان. دوستان بریم یه پیام بازرگانی ببینیم برگردیم. آیا کچل هستید؟ آیا موهایتان ریخته؟ آیا کلیتان مثل آینه براق است؟ آیا درخشش کلیتان چشم ملت را کور میکند؟ نگران نباشید، با عینک‌های آفتابی دکتر میخائیلی دیگر چشم اطرافیانتان کور نمیشود. اگر کچل هستید فوراً این عینک را برای دوستانتان خریداری کنید تا آنها هم از مصاحبت با شما لذت ببرند. عینک‌های آفتابی دکتر میخائیلی. خب برگشتیم با این توضیح که امروز یک مهمون ویژه تو برنامه داریم. از طریق تماس تصویری با ما خواهند بود استاد ایرل میدلتون. استاد سلام. WWE. بله، ما برنامه‌مون نقد و تفسیر اتفاقات اول WWE هست. کول. لطف دارید استاد، میشه بفرمایید روند کمپانی توی این چند ساله اخیر با اضافه شدن تالنت های جدید به کمپانی به چه صورت بوده و چه رویه ای رو دنبال میکنن؟ کول. عرض کردم رویه کمپانی توی این چند ساله چطور بوده؟ WWE. استاد صدای من رو دارین؟ Yeah. خب جواب سوالمون. Yeah.
خب دیگه اگه فرمایشی ندارین که خدافزی کنیم از شما. بله مثل این که استاد نظری دارم. بفرمایید استاد. I like girls. خدای منو بکش. ای بیمیری مردی که بوز. خب منم I like girls. خب یه پیام ضبط شده هم داریم که فکر کنم برای امروز آخرین مطلبمون باشه. سلام علیکم. با سلام. من رجب علی هستم. همون که تو برنامه قبلیتون زنگ زده بودم. احوال امیر جانم پرسیدم. راستی حالش خوب بود؟ سلامش برسونید. یه صحبت هم داشتم برای شیخ. دهان تو 25 تومن منو بالا کشیدی؟ تو گفتی برای امیر میخواهی درد بگیری بمیری مرتکه. من میدهم بزارن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. با تشکر. شیخ توضیحی ندارین؟ رجب جون پشمک جوش نزن بابا پشمات فیل میخوره ها. تو میخوای منو تو به احمد بخندی. اصلا 25 تومنو خرج احمد کردم. چی؟ باشه خیلی خوب. بذارین همینجا برنامه رو تمامش کنیم، ولی میخواستم از شیخ خواهش کنم پندی از دفتر تجربیات پربارشون به ما بدن و ما رو مشفوظ کنن. الان بازم از اونجا حرف در آوردی. خب دوستان من چه خوبی که در زندگانی قرضهای همدیگر رو ببخشیم و به خاطرش همدیگر رو تهدید نکنیم و مثلا اگر کسی 25,000 تومن پول از شما گرفته دیگه به خیالش بشین. بله یکم به فکر عمتون باشین دیگه. همین. مثل همیشه منتظر نظرات و پیشنهاداتتون در کامنت همین برنامه هستیم. شیخ حتما به سوالات شما پاسخ خواهند داد. تا برنامه بعد. باز که بی تربیت بازی در وردی. بذار من خدافزی بکنم دیگه. بله دوستان عزیزم تا دیدار بعد و من الله توفیق. الان لال شد. خب نوبت تو دیگه بینال. تا برنامه بعد خدا نگهدار. های زرد های زرد زور جان شیخ این حرفای گلم به تلمبر تو از کجا در میاری؟ نه جان من میخوام بدونم که تو این حرفا رو از کجا